آیت الله بروجردی که اینجا خوابیده، این مرد در اواخر عمرش با اون سن پیری مطالعه می کرد دقیق ترین خطوط را، بعد قصه خودشو نقل کرد، گفت چشم من به یک دردی مبتلا شد، معالجه هرچی کردم اثر نکرد، رفتم برای تشرف به عتبات، به بصره که رسیدم سوار قطار شدم. در اون جایی که من سوار بودم این زوار پیاده که قاصد زیارت سید الشهدا بودن سوار شدن، یکی از اینها خوابیده بود. من از اون گل بین انگشت‌های پای این شخص یک کمی برداشتم، به هر دو چشم مجروحم مالیدم، به مجرد این که اون گل رو مالیدم درد برطرف شد و تا این سال محتاج به عینک نشدم.